اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على اعدائهم اجمعین. در جلسه قبل در مبحث استثناء رسیدیم به اون جایی که الا تکرار بشه. عرض کردیم که تکرار الا به دو نوعه. گاهی تکرار الا برای تأکیده، یعنی وجود و عدم الای دوم یا سوم تأثیری در معنا نداره و این در دو جا بود. جایی که ما بعد الای دوم چیزی بیاد که مماثل و هم معنای ما بعد الای اول باشه، یا اگر مماثل و هم معنا نیست الای دوم همراه با واو عطف باشد. مثلا اگر گفتیم جاء القوم الا زیدن و الا امرن، اینجا الای دوم زائده است صرفاً برای تأکید، چون بود و نبودش یکسانه. چه من بگم جاء القوم الا زیدن و الا امرن، چه الا رو حذف کنم میشه جاء القوم الا زیدن و امرا. در هر دو صورت معنی جمله میشه که همه آمدن مگر زید و مگر امر، یا بگو مگر زید و امر. احکامشو گفتیم، رسیدیم به این تکرر الا لا لتوکیده. اما اگر تکرار الا یعنی الای دوم یا سوم برای تأکید نباشه و نشه الای دوم یا سوم رو حذف کرد، مانند جایی که ما بعد الای دوم با ما بعد الای اول از لحاظ معنا تفاوت داره و الای دوم همراه حرف عطف نیست، مانند جاء القوم الا زیدن الا امرن، آمدن قوم الا زید، اول زید رو خارج میکنه، الا امر بعدن امر خارج میکنه. اینجا اگه الای دوم رو حذف کنیم میشه جاء القوم الا زیدن امرن، جمله نامفهوم و بی معنا میشه. حالا میریم سراغ احکام جایی که الا تکرار شده نه به خاطر توکید، که عرض کردیم جلسه قبل یا کلام مفرغه یا مفرغ نیست. اگر مفرغ نباشه یعنی تام باشه، یا مستثنیات، حالا مستثنای دوم یا سوم بر مستثنا من مقدمن یا از مستثنا من مؤخرن، هر کدوم از این سه حالت احکامی داره که در تطبیق عرض خواهیم کرد. اول شعر رو بخونیم. و ان تکرر لا لتوکیدن، اگر الا تکرار شد نه به خاطر تأکید، یعنی مستثنای به الای دوم یا سوم مماثل مستثنای به الای اول نیست، الای دوم سوم هم همراه حرف عطف نیست. در این صورت فمع تفریق، در صورتی کلام مفرق باشه یعنی مستثنا من محذوف باشه، خودش گفته مع تفریق من المستثنا من، کلام خالی باشه از مستثنا من یعنی چی؟ به ان حذفه، به این که مستثنا من محذوف باشه. قبلا هم عرض کردیم مفرق اونیه که مستثنا من در کلام ذکر نشده. اینجا اون عامل ما قبل الا چون مستثنا من حذف شده طالب یک اعرابیه. عرض کردیم قبلا هم که اعراب مستثنای مفرق به حسب عامل ما قبله. خب اینجا چند تا مستثنا داریم؟ الا زیدن الا امرن الا بکرن، در حالی که مثلا ما قامه یک فاعل بیشتر نمیخواد، ما قام الا زیدن الا امرن الا بکرن. خب یکی از این مستثناها رو هماهنگ میکنیم با نیاز اون عامل ما قبل و بقیه رو منصوب میکنیم. یعنی اگه ما قام فاعل میخواست و مرفوع میخواست، مثلا مستثنای اول رو مرفوع میکنیم تا نیاز ما قام برطرف بشه، اما مستثنای دوم و سوم رو بر نصب خودش باقی میگذاریم. دقت کنید، میگه التأثیر بالعامل الواقع قبل الا ضعفی واحدن، اون تأثیر به اون عاملی که قبل از الا واقع شده، اون تأثیر رو قرار بده در یکی از اون چیزهایی که با الا استثناء شده، در یکی از اون مستثناها، اون تأثیر او رو در یکی از اونها رها کن. حالا اون یکی میخواد مقدم باشه یا مؤخر، اولی یا دومی یا سومی،
اونو هماهنگ کن با نیاز عامل و لیس ان نسب سواه مغنی، اما از نسب غیر اون مستثنای هماهنگ شده با عامل شما بی نیاز نیستی. مثل ما قام الا زید الا امرا الا بکرا، خب در اصل بوده ما قام احد الا زید الا امر الا بکر، احد که مستثنا من بوده هست شده، ما قام الان مرفوع نیاز داره، ما یه زید داریم یه امر داریم یه بکر داریم، به اختیار خودمون یکی رو مرفوع میکنیم، مثلا اولی رو مرفوع کرده اینجا الا زیدون، خب وقتی یکی مرفوع شد اون ماقامه اشباع میشه، بعدن الا امرن و الا بکرن رو بنابر مستثنا بودن منصوب میکنیم. البته اینجا ما اولی رو مرفوع کردیم، میتونیم دومی یا سومی رو مرفوع کنیم، بگیم ما قام الا زیدن الا امرون الا بکرن، یا بگیم ما قام الا زیدن الا امرن الا بکرون، یکی رو مرفوع میکنیم و بقیه رو بر نسب خودشون باقی میگذاریم. این مالی که جایی که مستثنا مفرق باشه. اما بیت بعدی و دون تفریق، اگه مستثنای ما مفرق نیست، یعنی مستثنا من در کلام ذکر شده، خب اینم دو حالت داره، مع تقدم نسب الجمیع احکم بهی والتزم، اگر مستثناها، این سه تا مستثنای مثلا همین مثال ما، اولا ما قام نبود، ما قام القوم بود و تمام مستثناها بر مستثنا من مقدم بودن، همه رو باید منصوب کنیم بدون استثناء. لذا میگه نسب الجمیع احکم، یعنی حکم کن نسب همه مستثناها را والتزم، و به همین حکمت هم ملتزم باش و از این حکم تخطی نکن. دقت کنید در متن و دون تفریق مع تقدم لجمیع المستثنیات علی المستثنا من، اگه همه مستثناها زید و عمرو و بکر مثال ما بر مستثنا من مثلا القوم یا احدون مقدم بود، نسب الجمیع احکم بهی والتزم ولا تدع العامل یؤثر فی شیء منها، نگذاره که عامل ما قبل الا در هیچ کدوم تأثیر بذاره، چون که عامل ما قبل الا معمول خودش رو داره، مستثنا من ذکر شده، نیازی به این نیست که بخواد در مستثنا تأثیر بذاره. مثال قام الا زیدن الا امرن الا خالدن القوم، این القوم فاعل قام است و مستثنا منه، پس کلام تام است نه مفرق، و تمام مستثناها یعنی زید و امر و خالد بر مستثنا من مقدم شدن، در نتیجه نسب همه اونها واجبه. اما وانسب لتأخیر، اما اگه مستثناها مؤخر از مستثنا من بودن، یکیشو نگه دار بقیه رو منصوب کن، اون یکی رو مثل جایی باش معامله کن که تنها همون یکی مستثنا بوده باشه. حالا گاهی لازمه این معامله رفع، گاهی نصب، گاهی جائز الوجهینه. روی مثال توضیح میدم. ببینید وانسب لتأخیر لجمیع المستثنیات علی المستثنا من، اگر همه مستثنیات از مستثنا من مؤخر بودن، مثل همین مثال ما قام الا زید الا ام الا بک، منتها مستثنا من هم ذکر شده باشه، مثلا ما قام القوم الا زید الا ام الا بکر، خب نسب بده به خاطر تأخیر همه مستثنیات از مستثنا من، کلشون رو نسب بده غیر از اونی که در بیت بعدی ذکر میشه، غیر از اونی که گفته جئ به واحد منها معربا کما لو کان وحده دون زائد علیه، یکی رو اعرابی بهش بده که اگر تنها بود اون اعرابو میگرفت. خب اگه تنها بود کلام تام موجب باید منصوب میشد، کلام تام و منفی دو وجه جایزه، اونو اینجوری میگی، بقیه مستثناهای مؤخر رو باید منصوب کنی. میگه و بیاوری یکی از اون مستثناها رو معرب، یعنی اعراب داده شده، همان گونه که اگر تنها بود و مستثنای زائدی بر او نبود اعراب میگرفت، نصب بده او را، رفع بده او را، هر جای اقتضا کرد نصب یا اقتضا کرد رفع علی متقدم، کجاها نصب واجب بود مستثنای تام موجب، کجاها دو وجه جایز بود مستثنای تام غیر موجب و هاکذا. مثال میزنیم کلم یفو الا امرؤ الا علی، الان ما دو تا مستثنا داریم، یکی امرؤ یکی علی، هر دو مستثنا هم از مستثنا منه ما مؤخرن و کلامم مفرق نیست چون مستثنا من ذکر شده،
مستثنا من چیه؟ واو یفو. یفو صیغه سومه. وفا یفی، یفی یفیانه، یفونه که نونش به خاطر لم افتاده. ما داریم امرؤ و علی رو از واو یفو استثنا میکنیم. خب امرؤن رو مرفوع کردیم به خاطر اینکه کلام تام غیر موجب دو وجه جایز بود، هم نصب و هم رفع، و اگر خاطر مبارک باشه رفع بهتر از نصب بود. اما علی رو باید منصوب کنیم. سوال، خب علی منصوب نشده. الا علی اگر منصوب میشه الا علی یعن. این به خاطر ضرورت شعری از لغت بنی تمیم استفاده کرده که اوایل کتاب شاید جا گذاشت که بنی تمیم در حالت نسبی هم مانند حالت رفعی و جری وقف به سکون میکنن، نه وقف به الف. یعنی میگن جا زید، مررت به زید، رأیت زید، نمیگن رأیت زیدا. گاهی به خاطر ضرورت شعری از اون لغت استفاده میشه، لذا ایشون تصریح میکنه بعدش به رفع الاول و نصب الثانی. یعنی علی چیه؟ منصوب. علی رو مرفوع نخون. خب علی رو منصوب کردیم که به خاطر اینکه مستثنایی است که مؤخر از مستثنا منه تامه. امرؤن چون کلام غیر موجبه و ما مخیریم که نصب یا رفع بدیم، بلکه رفع بهتره، امرؤ رو باش معامله اگر علی نبود کردیم، مرفوع کردیم. منتها علی رو باید منصوب کنیم، نمیتونیم هر دو رو مرفوع کنیم. یکی رو مرفوع میکنیم، اون یکی رو منصوب میکنیم. یا این مثال قاموا الا زیدن الا امرا الا بکرا. اینجا همه منصوبه. چرا؟ چون قاموا کلام تام و موجبه. در کلام تام و موجب حتی اگه یک مستثنا هم داشته باشیم نصبش واجبه. پس شما این زیدن رو چه قطع نظر از امر و خالد کنید چه همراه امر و خالد، زید باید منصوب بشه. خب امر و خالد هم چون مستثنیات متأخر از مستثنا در کلام تام هستن نصبشون واجبه. به نصب الجمی. چرا همه رو منصوب میکنی؟ خب اولی رو مرفوع کن. میگه نه، اذ لو لم یکن الا الاول لوجب نصبه. چون که اولی چه الا امرن و الا خالدن باشن چه نباشن نصبش واجبه، به خاطر آنچه قبلا گذشت از وجوب نصب مستثنا در کلام تام و موجب. خب این مسئله اعرابشون تمام شد. مسئله معنای این مستثنیات، وقتی من میگم جاء القوم الا زیدن الا امرن الا بکرن یعنی چی؟ خب واضحه، من میخوام همون جوری که زید رو از قوم خارج کردم امر و بکر رو هم از قوم خارج کنم. در نتیجه 3 نفر نیامدن، هم زید هم امر هم بکر. اما گاهی کلام منفیه، میگم ما جاء القوم الا زید الا امر الا بکر. در این صورت همون جوری که میخوام زید رو داخل کنم در آمدن، امر و خالد رو هم داخل میکنم در آمدن. در واقع کلام ما قبل ما مثبت باشه، امر و بکرم مانند زید خارج میشن از حکم آمدن. اگه کلام ما قبل الا ما منفی باشه، همونجوری که زید داخل در آمدن میشه، امر و بکرم داخل در آمدن. چون من میگم قوم نیامدن مگر زید، یعنی زید آمد. پس وقتی میگم مگر زید مگر مگر بکر، یعنی امر و بکرم مانند زید داخل در حکم آمدنن. این برعکسه. اگر کلام مثبت باشه زید و امر و بکر خارجن از حکم آمدن، یعنی نیامدن. اگر کلام منفی باشه زید و امر و بکر داخلن در حکم آمدن، یعنی بقیه نیامدن اینها اومدن. البته این در جایی است که جناب استودی تذکر میده، در جایی است که نشه مستثنای سوم رو از دوم و دوم رو از اول استثنا کرد. مثال ما نمیشه بکر رو از امر استثنا کرد یا امر رو از زید، چون قبلا گفتیم مستثنا من باید متعدد باشه، دارای اجزا و افراد باشه. نمیشه امر رو از زید، یعنی چی امر رو از زید خارج کنم، زید رو از بکر خارج کنم. در این جور موارد هر سه یک حکم دارن. اما خواهیم رسید در مطلب بعدی که گاهی مستثناها به گونه‌ای هستن که میشه ما بعد رو از ما قبل استثنا کرد، اون حکمش فرق میکنه. اول اینو بخونیم. میگه و حکمها، یعنی حکم مستثنیات دوم و سوم و چهارم الی آخر، در قصد و مقصود متکلم مانند حکم مستثنای اوله. و حکمها یعنی حکم ما بعد مستثنای اول از مستثنیات کی مانند حکم اول خودش میگه ایشون، اذا لم یمکن استثناء بعضا من بعض، اگر بگونی نباشد که بشود بعضی رو از بعضی استثناء که خواهد آمد. الان در امر و زید و بکر نمیشه،
اگر این گونه باشه حکم مستثنیات بعدی در قصد و مقصود و منظور متکلم حکم المستثنی الاول، حکم مستثنای اوله. یعنی چی؟ فإن کان خارجن، اگه مستثنای اول خارج از حکم، اونها هم خارجن. کی خارجه؟ وقتی کلام ما قبل مثبت باشه. به ان کان الاول استثناء من موجب، اگه اینجوری بود فما بعده کذالک، ما بعد مستثنای اولم خارج است از حکم ما قبل. اما و ان کان داخلا، اگر مستثنای اول داخل در حکم بود. کی داخله؟ به این که باشد استثناء از غیر موجب. من وقتی میگم ما جاء القوم الا زید، یعنی زید آمد، پس زید داخل در حکم آمدنه. در این صورت ما بعده کذالک، عمرو و بکرم آمده اند، داخل در حکم آمدن هستند. این مال جایی که نشه ما بعد و از ما قبل استثناء کرد. اما فإن امکن استثناء بعضها من بعض، اگر استثناء بعضی از مستثنیات از بعض دیگر ممکن باشه. مثال جالبی میزنه. مثل چی؟ له عندي 40 الا 20 الا 10 الا 5 الا 2. داره اعتراف میکنه به بدهکار بودن خودش به شخصی. میگه برای او نزد من 40، مثلا 40 دینار، برای او نزد من 40 دینار الا 20 دینار الا 10 دینار الا 5 دینار الا 2 دینار. دقت کنید، این اگر ما میخواستیم حکم قبلی رو اینجا پیدا کنیم باید بگیم که همه مستثنیات در حکم مستثنای اول هستن. خب 40 داره، 20 داره، از 40 خارج میشه، پس 10 و 5 و 2 رو هم خارج کنیم. یعنی بگیم 20 و 10 30، 35 35 35 و 2 37، یعنی خدمت شما 40 تا الا 37 تا، در حالی که این منظور متکلم نیست. متکلم خواهیم خوند میخواد بگه 27 تا. چرا؟ در اینجا 2 رو میشود از 5 خارج کرد، 5 را میشود از 10 استثناء کرد، 10 را میشود از 20 استثناء کرد. چون میشود همین کارو میکنیم. یعنی چیکار میکنیم؟ میگیم 2 از 5 3 باقی میمونه، 3 از 10 چقدر باقی میمونه؟ 7 باقی میمونه، 7 از 20 چقدر باقی میمونه؟ 13. اون وقت 13 رو از 40 خارج میکنیم که میمونه 27 تا. در نتیجه ایشون اقرار کرده به بدهکار بودن 27 دینار. یک کار دیگه هم میشه کرد، اسقط الاوتار به قول ایشون. اولشون میگه استثنی کل واحد مما قبله، هر یک از مستثناها از ما قبل خودش استثناء میشه و خارج میشه تا برسیم به مستثنای اول. یه بار دیگه عرض میکنم، 2 از 5 خارج میشه 3 میمونه، 3 از 10 خارج میشه 7 میمونه، 7 از 20 خارج میشه 13 میمونه و نهایتا 13 از 40 استثناء میشه 27 تا باقی میمونه. این یه راه. ایشون میگه یک راه ریاضی دیگه هم وجود داره برای حل این مسئله که شاید میانبر و راحت تر باشه. اسقط الاوتار و ضم الباقی بعد الاسقاط الی الاشواء. حتما مستحضر هستید که وتر یا وتر یعنی تک و شفع و الوتر، برای همین به نماز وتر میگن چون یک رکعته. البته وتر هم میگن مثل والوتر الموتور. شفع یعنی جفت، به اعداد زوج میگن شفع، به اعداد فرد میگن وتر. میتونیم چیکار کنیم؟ فردها رو ساقط کنیم، باقی مانده را به اشفاع ضمیمه کنیم. دقت کنید، فردها منظور مستثنای اول و سوم و پنجم و الی آخره، زوجها منظور مستثنای دوم و چهارم و ششم تا آخر. الان در مثال ما مستثنای اول 20 است، مستثنای دوم 10، سوم 5، چهارم 2. خب ما اولی و دومی رو اسقاط میکنیم. اولی 20، سومی هم 5 است. 20 20، 5 5، 25 رو از 40 کم بکنیم میمونه 15. 40 منهای 25 میشه 15. بعدن زوجها رو به این ضمیمه میکنیم. زوج چیه؟ مستثنای دوم 10، مستثنای چهارم هم 2. 10 یعنی 10، 2 یعنی 2، 10 و 2 میشه 12.
اون چقدر باقی مونده بود؟ 15. 15 رو به اضافه 12 میکنیم میشه 27. همون نتیجه‌ای که از راه حل اول گرفتیم. دقت کنید. او اسقط الاوتار، منظور از اوتار مستثنای اول که در مثال ما 20 و سوم که 5 باشه. 20 و 5 25. 25 رو از 40 اسقاط میکنیم میمونه 15. و ضم الباقی، باقی یعنی اون 15 تا که باقی مانده اسقاط 25 از 40. ضمیمه میکنیم این 15 تا رو بعد از اسقاط الاشفا به مستثناهای زوج که باشه 10 و 2. 10 و 2 میشه 12. این 15 تا رو به 12 ضمیمه میکنیم میشه 27. پس ایشون اقرار کرده به بدهکار بودن 27 دینار. این راه حل دوم که خواسته یه راه حل هم ارائه بده. البته اینجا جناب سویتی برای اینکه ما هم ازش یاد بگیریم در علمیات اخلاق حکم میکنه که شما اگر مطلبی میگی از جایی نقل کردی یا از کسی شنیدی بگی، که خیال نکنن این از ابتکارات و تراوشات ذهنی مبارک شماست. ایشون اول که این راه حل ارائه میده خیلی راه حل خوبی، همه میگن به بچه راه حل میانبر خوبی ارائه دادی. میگه نه این مال خودم نیست. قاله فی شرح الکافیه. این راه حل دوم و حتی شاید اولی رو در شرح کافی خود ابن مالک گفته. من از اونجا دارم برای شما نقل میکنم، از ابتکارات ذهنی خودم نیست. فالمجتمع هو الباقی بعد الاستثناء. مجتمع این حاصل جمع اون 15 و اون 12 که میشه 27 باقی مانده بعد از استثناء از 40 که 27 دینار یا درهم یا تومن بدهکاره. خب این بحث به پایان رسید. تمام آنچه تا حالا خوندیم مربوط بود به استثنای به الا، جایی که الا از ادوات استثناء باشه، کلام تام باشه، مفرق باشه، موجب باشه، غیر موجب باشه، مستثناها بر مستثنا من مقدم باشن یا از اون مؤخر باشن، الا تنها باشه یا تکرار بشه لتوکید یا لغیر توکید. احکامش گذشت. رسیدیم به سایر ادوات استثناء. چون اول بحث ایشون گفتن که در تعریف استثناء الاستثناء اخراج به الا او احدا اخواتها. استثناء یعنی خارج کردن چیزی از چیزی به وسیله الا یا یکی از اخوات الا. خب اخوات الا چیه؟ مجموعاً ایشون نزدیک 10 تا ادوات برای استثناء میشماره. اول اون 10 تا رو از روی شعر ببینیم. واستثن مجرورا به غیر، اولی غیره. بیت بعدی ولسوا دومی، سوا سومی، سوا چهارمی. بیت بعدی واستثن ناسبا به لیس پنجمی، خلا ششمی، ادا یکونو اینم 8. و در پایان بیت آخر میگه و که خلا هاشا. این 9 تا از ادوات استثناء را ایشون میشماره که بحث زیادی هم نداره. فقط در مورد غیر وقتی من میگم جاء القوم غیر زیدن، خب مستثنای به غیر که مجروره. چرا؟ چون غیر از اسماء دائم اضافه است و همواره به ما بعد خودش اضافه میشه. البته اصل در وضع غیر برای صفتیته. من بگم جاء رجل غیر زیدن، آمد مردی که غیر زید بود. یا مثلا میگم زیدون غیر امرن، الان استثناء نیست، زید غیر از امره. نه اینکه بخوام امر رو از زید استثناء کنم، اصلا زید نمیتواند مستثنا من واقع شود چون متعدد نیست. اصل غیر برای توصیف زید غیر از امره، مردی که غیر از زید بود. اما گاهی برای استثناء استعمال میشه. جاء القوم غیر از زید، یعنی گاهی میاد و نقش همون الا رو بازی میکنه. خب چه غیر صفت باشد چه غیر استثناء همیشه به ما بعد خودش باید اضافه بشه. پس در استثناء میگیم مستثنای به غیر دائما مجرور است به واسطه اضافه شدن غیر به سوی او. اما یه بحثی اینجاست که توی الا نبود. در مورد الا دیگه بحث نمی کردیم خود الا چه اعرابی داره، چون الا حرفه نقشی از اعراب نمیپذیره. اما غیر چون اسمه باید بگیم خود غیر چه اعرابی داره. ایشون میگه غیر اعراب مستثنا به الا رو داره.
یعنی تمام احکامی که در مورد مستثنا به الا و اعرابش گفتیم روی غیر پیاده کن. یعنی چی؟ یعنی اگر کلام ما قبل تام و موجب باشه غیر منصوبه، جاء القوم غیر زیدن. اگر ما قبل تام و غیر موجب باشه دو وجه جایزه، ما جاء القوم غیر زیدن یا غیر زیدن. اگر کلامم مفرق باشه به حسب عوامل، ما جاء غیر زیدن، چون ما جاء فاعل میخواد، ما رأیت غیر زیدن، ما مررت به غیر زیدن. یه نکته دیگه همیشون میگه که کسی ممکنه از اوایل کتاب گفتیم یکی از چیزهایی که باعث میشه اسم مبنی بشه شباهت به حروفه. یکی از شباهات هم شباهت تضمنی بود. اگر اسمی متضمن معنای حرفی بود اون اسم مبنی میشه به خاطر شباهتش به حروف. کسی اشکال کنه بگه غیرم متضمن معنای الا، غیر استثنایی متضمن معنای الاست، الا هم از حروفه، پس چرا غیر مبنی نشده؟ ایشون میگه نه، غیر متضمن معنای الا نیست، غیر معنای خودشو داره به معنی مغایرت، این غیر از اونه، الا هم برای استثناست. از قضا چون مغایرت با استثناء نزدیک همه معنا، غیر استثنایی به کار برده شده، نه اینکه غیر متضمن معنای الاست. غیر به معنای مغایرت، بله مغایرت با استثناء معناشون نزدیک به همه، پس چون متضمن معنای الا نیست و هر کدوم راه خودشونو دارن، لا محاله راهشون شبیه هم شده، غیر مبنی نیست، معربه، گاهی مرفوع و گاهی منصوب و حتی گاهی مجرور میشه. دقت بفرمایید. واستثن مجرورا به غیر، استثناء کن مجرور به غیر را، یعنی اون اسمی را که به وسیله غیر مجرور شده. آیا غیر از حروف جره؟ میگه نه، غیر اسم است ولی به ما بعد خودش اضافه میشه، لاضافته به خاطر اضافه شدن غیر به سوی ما بعد خودش، به سوی مستثنای خودش، در حالی که خود غیر چه اعرابی داره؟ در حالی که خود غیر معربا بما لمستثنن به الا نصبه، معرب است به همون اعرابی که به مستثنای به الا نسبت داده میشد. حالا من وجوب نصب، کجا وجوب نصب بود؟ جایی که ما قبل ما تام و موجب باشه. اختیار نصب، کجا نصب بهتر بود؟ مثلا جایی که مستثنای ما منقطع باشه طبق قول بنی تمیم، یا جایی که مستثنا بر مستثنا من مقدم باشه که قبلا خوندیم. و اتباع، کجا اتباع بهتر بود؟ تابع قرار دادن به مستثنا من بهتر بود. حالا بدل، عطف، بیان، جایی که ما قبل ما تام باشه ولی غیر موجب، علی ما تقدم، طبق همون احکامی که قبلا گذشت. ولکونها موضوعة فی الاصل افادة المغایره شارکت الا فی الاخراج الذی معناه المغایره ولم تکن متضمنة معناها فلهذا لم تبنى. داره همون اشکال جواب میده. چرا غیر با اینکه به معنای الاست مبنی نیست؟ میگه غیر متضمن معنای الا نیست، از قضا معناش که مغایرت است با معنای الا که استثناست شبیه به هم شده، و به خاطر اینکه غیر ها به غیر میخوره و به خاطر اینکه غیر وضع شده در اصل برای افاده و رساندن مغایرت، این غیر از اونه. شارکت الا فی الاخراج، چون معنی مغایرته با الا در اخراج و خارج کردن شریک شده. اخراج هم که معناش چیه؟ مغایرته. اما لم تکن متضمنة لمعناها، تصور نکنین که غیر متضمن معنای الاست، چون متضمن نیست فلهذا لم تبنى، به همین جهت مبنی نشده، معربه به حسب اینکه چه اعرابی بخواد، مرفوع، منصوب یا مجرور میاد. این غیر به پایان رسید. ان شاء الله در جلسه آینده وارد اون 8 تا ادوات دیگه خواهیم شد که از ادوات استثناء و از اخوات الا به حساب می آیند. و الحمدلله رب العالمین. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجهم